شما درباره طلبات اویدی درازی ریش چی میگویید؟ در خیابان آدما را با درازی گوناگون ریش وامیخورم و نمیدانم که من باید چگونه باشم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره چی گفتند؟ اساساً درباره درازی ریش عالمان به دو دسته تقسیم شدند. ما درباره درازی ریش میگوییم. دو دسته عقیده موجود است. گروه اولی دانشمندان با توجه به مجموعه احادیث صحیح البخاری جلد 7 کتاب لباس حدیث 5892 که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از مشرکان فرق کنید، ریش‌هایتان را دراز کنید و موی-لب‌هایتان را کوتاه کنید. با سبب آنکه ریش‌هایتان را دراز کنید گفتند، پس آنها عقیده دارند که ریش را باید دراز کرد. در حدیث دیگر از مجموعه صحیح البخاری جلد 7 کتاب لباس حدیث رقم 5893 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند موی لب‌هایتان را کوتاه کنید و ریش‌هایتان را دراز کنید. گروه اولی دانشمندان عقیده دارند که ریش را باید دراز کرد و اصلا نتراشید. یعنی آن را به حال خود گذاشته نباید کوتاه کنیم و نباید برابر کنیم. فکر آنها چنین است. اما اگر شما کتاب‌ها را بخوانید یگان حدیث درباره درازی ریش پیامبر نمی‌یابید. یگان حدیثی با اعتماد نیست. به همین خاطر وابسته به سخن شیخ عثیمین اگر آدم بگوید که ریش را دراز کنید یا پرورش کنید، ما این را چنین می‌فهمیم که تماما ریش‌هایتان را دستکاری نکنید تا آن اندازه که ممکن است درازش کنید. به عقیده این گروه عالمان تراشیدن ریش حرام است و اگر کسی به اندازه یک مشت ریش را باقی گذارد و دوام آن را کوتاه کند پس کار او مکروه است، یعنی که قابل قبول نیست. با این حال عقیده آنها این است که ریش را نباید کوتاه کرد، آن را باید به حال خود گذاشت تا دراز شود. شما شرم دارید که ریش شما کوسه است یا که موی سرتان ریخته است؟ پس ما برای شما راهی آسان یافتیم. برای برآوردن ریش یا موی سر به این رقم‌های روی اکران بوده زنگ زنید و فرمایش دهید. مشکل شما را حل می‌سازند. گروه دومی عالمان معتقدند که درازی ریش باید به اندازه یک مشت باشد. چنانه که گفتیم درباره درازی ریش پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث‌های با اعتماد نیست. حدیث‌های ضعیفی هستند که گفته شده است که گویا ریش پیامبر بر روی سینه اش می‌رسیده است. اما شیخ نصرالدین البانی آن حدیث را ضعیف یا اینکه قلبکی حسابیده است. یک حدیث دیگر در مجموعه احادیث صحیح المسلم جلد 4 حدیث 5789 آمده است که جابر ابن سامیرا در آنجا گفته است که پیامبر ریش غوث داشت. بسیاری حدیث‌های با اعتماد چنین میگویند که ریش پیامبر صلی الله علیه و سلم غوث بود، اما درباره درازیش چیزی گفته نشده است. این گروه عالمان معتقدند که از سببی که درباره درازی ریش پیامبر در هیچ حدیثی گفته نشده است، پس باید به درازی ریش پیروان رسول اهمیت دهیم. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر نمونه را در من نیافتید پس اطرافیان مرا یعنی پیروان و اصحاب مرا همچون نمونه قرار دهید. اگر ما با پیروان نگاه کنیم پس یک قطار حدیث ها موجودند که پیروان رسول خدا صلی الله علیه و سلم ریش های خود را به اندازه یک مشت نگاه می داشتند و اگر دراز می شد باز کوتاهش می کردند. در این میان ابن عمر، ابن عباس و ابو هریره رضی الله عنه هستند که خیلی به پیامبر نزدیک بودند و همه‌شان ریش هایشان را کوتاه می کردند. حتی پیروانی که این حدیث را روایت کردند، مثلا ابن عمر رضی الله عنه که حدیث او در کتاب صحیح بخاری جلد 7 رقم 5893 آمده است، گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از مشرکان فرق داشته باشید، ریش‌هایتان را دراز کنید و موی لب‌هایتان را کوتاه کنید. و در دوام همین حدیث آمده است که ابن عمر هر باری که به حج عمره یا فرضی می رفت، بعد گذراندن حج ریش‌هایش را در مشتش می گرفت و آن قسم را که از مشتش درازتر شده بود کوتاه می کرد. تصور کنید اینها همان پیروانی هستند که همین احادیث را روایت کردند. ابن عمر، ابن عباس و ابو هریره رضی الله عنه. همه اینها سرسختانه از سنت رسول خدا پیروی می کردند. آنها خودشان این احادیث را روایت کردند و حالا که آنها خودشان به ما گفتند که باید ریش دراز شود و موی لب کوتاه گردد، پس آنها این سنت را چنان اجرا می‌کردند که پیامبر دوست می‌داشت. پس آنها برای چه ریش‌هایشان را کوتاه می‌کردند؟ اگر ما عقیده دانشمندان گروه یکم را به نظر گیریم که میگویند ریش را باید دراز کنیم، پس چگونه باید دراز کنیم؟ همان گونه‌ای که رسول اکرم آن را دراز می‌کرد.
و اگر برای چگونگی آن در پیامبر حدیث موجود نیست، پس باید اهمیت دهیم که احادیث درباره پیروان پیامبر چی میگویند. انا همین خیلی ما حدیث ها رو میسنجیم. برای همین شیخ نصرالدین البانی گفته است که درازی ایدئالی ریش درازی یک مشت است و موافق گفته او معمولا ما چه خیلی احادیث رو میسنجیم. اگر ما مستقیما یگان دلیل یابیم، پس بهترش که آن دلیل از پیامبر باشد. اما اگر مستقیما پیدا نشود، پس ما توصیف عملهای آنها رو میجوییم. باز هم یگان چیزی باوری بخش نباشد، پس ما به زندگی پیروانش نظر میکنیم که آنها چگونه عمل میکردند یا که چی میگفتند. نظر همه ما این است که پیروان از عملهای پیامبر پیروی میکردند و ما یگان حدیث نه از پیامبر و نه از پیروانش نمییابیم که در آن روایت شده باشد که آنها ریشهایشان را کوتاه نمیکردند. اما ده ها حدیث هست که روایت کردند که پیروان ریشهایشان را به اندازه یک مشت کوتاه میکردند. اگر اقلاً یک حدیث پیدا شود که در آن گفته باشند که کدام از پیروان ریش خود را کوتاه نمیکرد، پس احتمال پیدا میشد که هر دوی گروه عالمان حق هستند. اما حالا که درباره دراز کردن ریش هیچ حدیثی نیست، اما درباره کوتاه کردن آن به اندازه یک مشت ده ها حدیث است، پس موافق گفته شیخ البانی کوتاه کردن آن به اندازه یک مشت ضروری حسابیده می شود و هر کس که از یک مشت آن را درازتر می کند، پس این کارش نامطلوب یعنی که مکروه است. این فتوای شیخ نصرالدین البانی با موقع استواری وی است. من شخصا با فکر او راضی هستم، چون که ما از نمونه زندگی پیروان دلیل‌های قانع کننده داریم. در دوام این او در کتابش سبب آن را که چرا درازی ریش باید به اندازه یک مشت باشد را می‌نویسد. در برابر پیروان باز در بین بزرگان دینی هم نمونه‌های زیاده هست که ریش خود را به اندازه یک مشت نگاه می‌داشتند و دوام آن را می‌بریدند. مثلا الناهید، امام مالک، امام حنبلی. همه این بزرگان دینی ریش‌هایشان را همین خیل در مشت گرفته دوام آن را کوتاه می‌کردند. این نظر گروه دومی عالمان است. من شخصا فکر شیخ ناصرالدین البانی را دستگیری می‌کنم و باز خداوند خود داناتر است.